بدل آفتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت. درود به شما بیننده های عزیز و ارجمند. برنامه آفتاب محبت این لحظه با کلواری پر از صدق و صفا و مهر و وفا مهمان کاشانه شما. این بار ما تصمیم گرفتیم که در بابت نقش مادر در تربیت فرزند یک صحبت خاصه آراسته باشیم. ما را همراه باشید. با دستی ماکتابی ای محبت. چند لحظه پیش به دستی من یک شعرک افتاد و خوشم آمد که قرائت کرده باشم. میوه شیرین تر از فرزند نبود در جهان، تا توانی این ثمر با رنگ و بوی خوش رسان. رنگ خوش روی خوش است و بوی خوش عقلی رساست، این دو خصلت گر نباشد زندگی ما را خطاست. من باوری دارم که این لحظه شما با یک جهان مهر و محبت به برنامه ما همراه شدید و با صحبت‌های جالب خویش برنامه ما را رنگین می‌سازید. عموما در عائله نقش مادر برای تربیت فرزند خیلی بارز است. من میخواستم که در همین بابت نخست اندیشه شما را فهمیده باشم. مرحمت. در حقیقت مادر این اولین استاد، بله. اولین آموزگار، اولین تربیتگری هر یک انسان است، زیرا که اولین سخنها را فرزند از مادر میشنود. مادر، پدر، دوست، برادر، دیگر سخنها را، سور، آزادی، آبادی و غیره ها را. بنابر همین هم در کتاب مقدس کیمیای سعادت گفته شده است که یعنی اولین وظیفه پدر و مادر این درست تربیت کردن فرزند می باشد. گویا که فرزند یک لوح است، یک موم است که وی تغییر پذیر است. انا پدر مادر چه خیلی که همین وی به شکل تیان همون شکل رو میگیرن. بله. بنابر همین وقتی که ما فرزند رو درست تربیت میکنیم البته ما خوشبخت‌ترین انسان هستیم. وقتی که فرزند ما درست تربیت می‌یابد ما با همراهی همون فرزند خود بدبخت هستیم. وقتی که فرزند رو نادرست تربیت میکنیم در نزد خلق، در نزد جمعیت ما گناهکار هستیم. بله. زیرا که فرزندی که نادرست تربیت میشود راه درست به نمیرود و پیش از همه ضررش عائله‌اش میرسد، محلش میرسد، جمعیت رو ویران میکنه. چخیلی که ما میگیم فرزندی سالم در عائله سالم تربیت مییابد. بله. بنابر همین هم به سبب نیست که ما گفتیم که مادر اولین تربیتگر. انا فرزند در نزد پدر مادر هست، اون چی که وی میبیند، اون چی که وی میشنود همون را تکرار میکند. بگذار عائله های ما هم خیلی ما پدر و مادران باشیم که فرزند ما فقط جهت های خوب انسانی را در پیش از همه در همین سیمای پدر و مادرشان دیده توانند. بله. در حقیقت هم همین شامل شدن به گروه های غیر قانونی و غیر دولتی البته باعث نادرست تربیت یافتن فرزند در عائله میگردد. سبب هوش معلوم که از بی‌ثباتی صرف هم نرفتن به این یا اون، آخری هر یک کار با چی انجام مییابد، یا اینکه ندانستنی فرهنگ و مدنیت خلق خود و هاکذا. بنابر همین هم ما باید پیشتر اون عرف و عادت هایی که ما در وقت جوان بودیم از پدر و مادرمون آموخته بودیم امروز بگذار به فرزندان ما خود گذرد این عرف و عادت ها. همین پیشتر همین خیلی بود که البته نهاری هم، ناشتای نصف روزی هم، خوراک خوری نصف روزی هم، بیگاهی روزی هم در دایره عائله میگذشت، در حلقه اعضایان عائله میگذشت. انا پدر مادر من همین بعضا همین خوراک بیگاهی روزی تیار میشد، ما انتظار میشدیم که از مادرم خوراک میکشن و ما میخوریم. مگر گفتن که حاضر پدرت میبیاد
خوراک میکشیم. ما همین با عادت کرده بودیم. انا البته وقتی که پدر مادر سری دسترخوان میشنن برای بغیر از خوراک خوردن باز دیگر سخنهای تربیوی اونجا میرسد. بله. انا همین مدنیت خوراک خوری، مدنیت همین خوراک کشیده تا نزد آدم آوردن. انا سخنرانی، سوال و جواب بین از یکدیگر، همین به تربیت فرزند تاثیر میرسه. بله، فرزند اونس میگیرد. البته فرزند اونس میگیرد. مهر و محبت بین پدر و مادر و فرزند میشود. امروز در حقیقت هم ممکن شرایط زندگی باشد که بسیار پدران و مادران کار کردی مشغول هستند، تربیت فرزند و بعضا اینقدر هم وقت چیزا کردن نمیتوانند. لیکن من همچون یک شخصی سابقه دار، هم در حیات هم در زندگی و هم در مهنت، با جوانان نصیحت کردنی هستم، گفتنی هستم که در عائله تربیت فرزند از همه اول میستن. من با واسطه تلویزیون، در واسطه تلویزیون ولایت، تلویزیون های من شهری ناحیوی بسیار همین برنامه ها تشکیل کرده شده که بنابر ما پدر مادر رو آنها دعوت کنیم، نصیحت کنیم که این همین برنامه‌های البته بینن، همین هر یک تا چیزی بهترین خودش هم انتخاب کنن که حالا که این فایده همون فرزند میشه. بله بله. آفتابی محبتی که امروز ما در آن اشتراک کرده ایستادیم، بگذار یک صحیفه در حیات گردد که برای جوانان یک مثال ها و مقصد های و مصلحت های مفید باشد. بله. در حقیقت تربیت فرزند و در تربیت نقش مادر چگونه است، این یکی از مسئله های بسیار پهلو می باشد. بله. اگر به همین مسئله از جهت مادر، حالا مادر نبودن نظر کنیم، گپ درباره دختران می رود که در آینده آنها مادر شدنشان در کار. در این دوری انسانی پیش از مادر شدن دختران باید معلوماتی پررای انسانی درباره مادر بودن و خصلت‌های خوب انسانی مادری باید باخبر باشند. بله، آفرین. تا که آنها این معلومات ضروری رو به فرزندان خود گذرانده توانند. زینه دیگر، حالا کودک در بطن مادر است. این یک دور است که تن و وجود مادر طبیعتا تغییر می‌یابد. همه این رو صاحب این طبیعت مادری باید با همان معنا حس کند که گویا با او خدا یک نعمت داده است. البته تربیه فرزند در بطن مادر از تربیه اجتماعی میگه، از تربیه که غذا رو، خیلی غذاها رو مادر شونده خوردنش در کار از همان آغاز می‌یابد. چون که تربیه بدنی کودکی که در بطن مادر هست از روزی تولد، ماهی تولد و سالی تولد خاص محصولات های استعمال میکردگیش به صحتی و سلامتی کودک تاثیر رساندنش ممکن. اگر آنها بس همین جهتی تربیه بطنی اعتبار نتیان و ممکن جسماناً تماما دیگر خیل به دنیا آید. بله. ما نقص میدانیم که عائله های هستند که کودکان معیب تولد میشوند. این ممکن آغاز معیب شوی کودک در بطن مادر پیدا شود. بنابراین نقش مادر شونده هم در تربیه جسمانی و عصبی و خلق و اطواری که در بدن از غذا می‌دراید آنها وظیفه دار هستند. بنابراین از دختران زیبای وطن، از خواهران التجای انسانی من همین که در همین دوری مادری به همین جهت اعتباری جدی داده باشند. کودک به دنیا آمد، نقش مادر، باوری دارم که هر یک مادر از شبهای بیخوابی از در وقتش غذای مادری دادن، باور کنید دنیای مادر شده انسان تماما دیگر میشد. بله.
همین قدر مهربانی را گویا به مادر خدا داده است که دنیا با آن مهر برابر شده نمیتواند. بنابراین از خدا برای مادران همین قدر صحتی و سلامتی میطلبم که آنها به معیار سلامت باشند که آن معیار سلامتی به کودکم هدیه رسیده ایستاده باشد. البته ما گفتیم یکم مادر خودش باید تربیت دیده باشد. پدران و مادرانی که صاحب همان دختر هستند و آن مادر شده ایستاده است، در گفتار خودشان عباره های نیک انسانی را استفاده بردنشان در کار. چون که هر یک گپی دغلی که از کلان سالان گفته می شود با شنیدن به بدن همان مادر شونده می رسد و گپ های دغل بدن آن را تغییر می دهد و ممکن که در همان ثانیه های دقیقه های خردترین بدن او یک زهر پیدا کند و از یکی به ارگانیسم آدم تغییر می یابد. ممکن که همون یک قطره چشم و نانمایان به کودک ضررش رسد. هر یک بابای و آچه‌ای که میخواهد که نبیرش سالم و بردم باشد، کلینش را البته احتیاط کردنش در کار. لیکن با کلین ها من مراجعت کرده گفتنی هستم که به قدر احترام کلان سالان و معیار کلینی رسیدنشان هم در کار. آنها دانستنشان در کار که در خانه کلان سالان بودن این هم هدیه خداست. بله. آنها میراثی بای معنوی انسانی دارند. آنها به کودک آنها یک فایده انسانی رساندنشان ممکن. لیکن حتی در همه عائله ها نه، لیکن در بعضی عائله ها یا که دنیای کلان سالان را دنیای کهنه شده می حسابند. از همین نقطه نظر من گفتنی که مادر شوندگان خصوصا مادران جوان تربیه عقلی، تربیه فراستی، تربیه مهر و عاقبت انسانی بلند را صاحب بودنشان در کار. اگر همانها از همین میراث ها صاحب دار باشند، اگر از آن برای کودکشان یک نعمت را جمع کرده هدیه کرده آن را سالم کلان کردنشان ممکن. خیلی ما پدران هم از مادران دور نیستیم. بله. وقتش به بیاد اگر خدمت مادر را ما قدر کرده میتوانیم. شبهای تاربا چندین بار مادر خیزد، اگر ما هم خصلت مردی را گم نکرده یک بار خیزده گواره را جماندن به ما هم یک بار چیز کردنمان در کار. تربیه فرزند در یک جایگی با مادر و پدر شدنش در کار. لیکن در آفریدگاری مادر بعد از خدا می ایستد. بله. این را هیچ وقت از خاطر فراموش کردن در کار نه. گرچنده که پیغمبران همه از مردان باشند، به دنیا آورده پیغمبران را مادر است. البته. اکنون خصلت های خوب انسانی که مادر صاحب هست از آن تربیه فرزند بهره میبرد. فرزند درست کلان میشد. بیهوده نگفتند که فرزندی نیک باغ پدر، فرزندی بد داغ پدر. این به جای عباره پدر مادر را هم گفتن ممکن. لیکن ما میدونیم که فرزند چخیل باشد نمونه برای مادرش یا پدرش کی بودنش. بله. و دستی ما کتابی ای محبت. معلمی عزیز، ما چخیلی که همگان میدانند در بابت نقش مادر در تربیه فرزند حرف زدیم. البته در آثار بزرگان تربیه فرزند مقامی خاصه دارد. بخصوص ابو علی ابن سینا در بابت تربیه فرزند چقدر سخنهای ارزشمند گفتند. می‌توانی؟ من باید ذکر نمایم که هنوز از ملک الشعرا آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی آغاز کرده تا امروز تا فرزانه خوجندی در آثار تمام متفکران فارسی تاجیک جایگاه مادر، جایگاه مادر در تربیه فرزند، موضوع عائله و عائله‌داری البته یک جایگاه معینی را اشغال می نماید. اگرچنده که متفکران فارسی تاجیک با مسئله های به نهایت بزرگ و مهمترین فلسفی
از قبیل آفرینش عالم و آدم و دیگرها خیلی مقام ارزنده رو دارند، ولی در برابر این البته همین همچون یکی از شاخه های مسائل فلسفی همین موضوع اویله و اویله‌داری هنوز از دوره های کهن در مردمان فارس و تاجیک همچون مردم متمدن یک جایگاه خاصی را دارد. امروز در روند جهانی شوی ما باید که همین مثلا قشر بالای جامعه کهنسالان حتما باید به جوانان باز بهتر و خوبتر راه و اصولهای تربیه و وای را باید نشون داده توانسته باشیم. اگر اجازه می‌فرمایید با یک روایت آغاز می‌نمودم. اگر چنده که در آثار گذشتگان ما نیاگان ما دایر به تربیه فرزند نقش مادر چه از جهت علمی و چه از جهت عملی و چه از جهت فلسفی و چه از جهت اجتماعی بسیار یک نقطه های مهمی فلسفی و علمی و دینی موجود هستند که کس را به حیرت می آورد، حتی به گریه هم وادار می نماید و ارزش فرهنگی خود را کلا گم نکردند. ابن سینا اصلا دایر به موضوع خانه و خانه‌داری و اویله و اویله‌داری اثر مخصوصی هم دارند. از این لحاظ شاید شما شیخ الرئیس ابن سینا را انتخاب نموده باشید. اثر مخصوص با نام تدبیر منزل هم دارند. حکایت در اون است که روز پدر و مادر جوان بسیار با محبت که فرزند خویش را روی دنیا می‌بیارند میخواهند که فرزندی صالح را به وی رسانده باشند و هر دو با مهربانی فرزند خود را میگیرند و نزد شیخ الرئیس ابوالعلی سینا میآیند. شیخ الرئیس ابوالعلی سینا همچون انسیکلوپدیست میگیم، همچون قاموس، اون کس هم طبیبی حاذق هم فیلسوفی بزرگ بسیار البته بزرگ داشتند، یک آثاری به هم داشتن. در همین جا البته در آثار در چی مخصوص خطی به طور مختلف آمده است. در جای آمده است که وقتی که پدر و مادر جوان فرزند نیکوی صالح خود را وقتی که یک هفته اینه می شود و نزد شیخ الرئیس ابن سینا می بیارند که می خواهیم که فرزند ما را صالح تربیت نماییم، نزد شما آمدیم. شیخ الرئیس ابن سینا می گفتند که فرزندتون چند وقته شدن؟ می گویند که یک هفته اینه شد. ابن سینا میگویند که یک هفته به تربیت فرزند دیر مونده. با این در چی گفته مخصوص خطی دیگر گونه هم اومده است که مثلا پدر و مادر جوان میخواند فرزند را صالح تربیت کنند، نزد تربیتگر میبیارند که یک ماه هست، باز اونجا میگویند که یک ماه به تربیت فرزند دیر مونده. هنوز از لحظه ای که در بطن مادر آغاز نموده ضرور است. در همین تدبیر منزل شیخ الرئیس ابن سینا بسیار یک عجایب آوردگی هستند. شاید این اثر تا به آخر هم از جانب ما محققان با پرگی شاید و تحلیل و تفسیر نشده باشد. همون احیان جایی که مثلا و ضمیر غفار و مقصود جامع بابایف فیض الله و دیگر استادان که دایر همین اثر رو کار کردگی هستند با ما بسیار خوب دسترس کردگی هستند، بسیار یک عجایب گنجینه ها آوردگی هستند. مثلا اونجا ابن سینا جایگاه زن رو در عائله معین کرده هستند. همین زن رو، همسر رو در خانه چه نگاه داشتن در کار و موضوع علایده ورده هستند. مقام مرد، جایگاه مرد در عائله علایده ورده هستند. مناسبت مرد به زن علایده ورده هستند. مناسبت زن به مرد علایده ورده هستند. مناسبت مرد به زن نسبت آنه که زن و چی با اطرافیان و از دروازه بیرون چگونه باید نسبت کنند. همین هر یک نقطه رو بسیار عالی جناب آورده هستند که بسیار به طور عالی آورده هستند که یگان ذره ارزش خود را در دام بیش از 1000 سال گم نکرده است. مثلا همین بینید که مردمان فارس و تاجیک همین گهواره که امروز جوانای ما اندکی از وی ای پوچکش این میشد یا اون میشد دکتر خوب نروان گفت من یکی خیلی خفه میشم وقتی که این رو شنوم، چون که در سرچشمه هم بسیار در سرچشمه یگون جور نامده است که گویند که وقتی که کودک نوزاد رو به گهواره بستند و یگونجاش آسیب دیده است یا نقصان. من این چیز رو نخوندم و طرفدار هم نیستم. همین گهواره ما که در فصل زمستان، در بهار، در 4 فصلی که همین در تاجیکستان عزیزمون داریم یگون ذره و چی ندارد
ضرر نمیرساند و برعکس تازه و آزاده و خوشکک کودک رو نگاه میدارد. شیخ رضا ابن سینا این ببیند که بزرگیشان که با وجود آنکه اینقدر فیلسوف بزرگ جهان این کس رو میشناسند، اون کس و دو جهتی تربیوی جنبودن گهواره رو آوردن که در حیرت میشوم. اون کس گفتند که وقتی که مادر مهربان فرزند رو به گهواره میبندد و بعد آهسته سرود الله رو از قلب خود از تک دل همین الله رو زمزمه میکند. شیخ رضا ابن سینا میگویند که تخم نیکی، عشق، محبت در قلب کودک همانا در همان لحظه کاشته می شود. و در حقیقت مادر همین قدر زیبا الله میگه خیلی ما به پیری رسیدیم، ولی وقتی که میخوام نبیرم رو الله گویم، همین میگویم که تمام سخنهای نیکم رو برای هم نبیرم گویم. چخیلی یک شفافیت در قلب آدم در الله، مثلا ارمان های مادر رو اظهار میکنیم. این سرود الله، این سرودی قلب مادر است. بله، جاویدان است. هر کس به طوری خودش یک نوتکرار است. و این یک جهتی گهواره، یعنی که چه ماندنش شیخ رضا گفتن که تخم نیکی و نکوکاری و عشق و محبت کاشته می شود. دویومش گفتن که وقتی که مادر مهربان کودک رو به گهواره میبندد و الوانج میدهد، جسمی کودک قوی میشده است. بله. لیکن از یک سخنش رو من در حیرت شدم، فلسفه‌اش رو نفهمیدم که شیخ رضا ابن سینا میگن که وقتی که همین کودک در گهواره هست و چه قابلیتی درک کردن او که چخیل مادر یا اوچه یا پدر یا دیگر رو به او مناسبت میکنن با شخصی بالغ برابر بوده است. نه همین طبیعی بزرگ گفتن. البته معلم ارجمند، شما برابری یک چهره تابناک تاجیکستان بودن در آسیای مرکزی یک آبرو اعتبار خاصه دارید و چندین سال می شود که در انسامبل با نفوذی 6 مقام سرایان نور خوجند ادای خدمت می نمایید. امروز صاحب فرزندان، نبیره های خوشنام هستید که آنها دوام دهنده عمری زندگی شما هستند. میخواستم که کمی باشد هم در بابت نقش مادر در تربیت فرزند اندیشه شما را فهمیده باشم. چیکار باید مادران کرده باشند که تربیت در عائله از همون کودکی خوب پابرجا باشد؟ لذت بردم از صحبت استاد. گفتن که در بطن مادر allakay ما تربیه سر کردن مادر کار. مادر هستم، بی هستم، صاحبی 3 فرزند و 8 نبیره هستم. فرزندهای یک دیگرش به مهر محبت دلش به جا میکنید. دلش به جا میکنم. این از چی سر میشد؟ پدری مادرای ما تربیت دادگی بودن که یک تا مویزه 40 کس خوردگی. بله. مثال یک 4 تا یوگورت آوردگی باشم، یک تا یوگورت میکشم و من 3 تا نبیرم شنونده مانده، یک تا نوبت یک تا قاشق هر یک تاش به یک تا میتونم. چون که و یا صبر قناعت یاد گیرد. صبر قناعت کند. یک دیگرش به مهر بندد. میگوید که من اپام خورد می حاضر نوبتی من همین و نوبتش به نگاه کرده. من اول اوکاش به 2 بار گویم میگم اوکاش میگه نه نوبتی اپام میگه. آفرین. همین به من خرسند میشن. مهر و محبت هم زیاد میشد. مهر و محبت زیاد میشد. اصلا صبر قناعت پیدا میکند. همون وقت به همین فرزندا طاقت کردن یاد گیرد. مهر مادر فرزند گواره به قلبش جا میکند. با واسطه آواز همین مهر محبتش فرزند به اظهار کند. این به طریق الله. بله، هم الله خواند، هم یگان سرودی دوست داشتش زمزمه کند، هم سخنهای خوش گوید، مهر و محبتش ارزانی دارد. مرحمت، من میخواستم یک سرود از شما شنویم تا که جانهای ما راحت کند.
پخش کنم برگی یاسمینی تو را بر قدم بینی یارم هزار سجده برم خاکی آن زمینی تو را یارم
دستی مکتابی ای محبت. ابن سینا می‌سوبند که اصلا اوئیله جامعه بی‌نهایت مرکب‌ترین است. بله. همین تاجیکستان محبوب ما، سیمای تاجیکستان محبوب ما، البته با سروری پیشوای معظم ملت، انموز منشأ میگیرد از اوئیله های ما. چگونه مادران تربیت را در همون خانه کوچکی که دروازه پوشیده است و کسی نمیدوند اونجا چی است، و مثلا یکی از همون دروازه پوشیده افجی آبرو اعتبار او به فلک میرسد. روز یک مادر جوان با فرزند خود میگوید که فرزند مهربان، اینقدر شیرینی نخور، اینقدر قند نخور، آخه دندانت آزرده می شود، خیلی کودک است گوش نمی کند. بعد این کس مادر جوان می گرفتند و دست کودک را و پسرچه بود است نزدی نعمان ابن ثابت امام اعظم می وردند. بعد امام اعظم بعد می پوچند که ای امامی بزرگ، همین یک می گفتید همین فرزندم آخه 5 ساله 6 ساله میگویم که اینقدر شیرینی نخور، دندانات کاهش می‌یابد، لیکن گوش نمی‌کند، یک کمی تربیت کنید. امام اعظم خوب فهمیدم، میگویند سر کودک رو نوازش میکنن، میگویند مادر مهربان همین بعد از 40 روز همین کودک رو نزد من بیارید، 40 روز سپری میشود. پس از 40 روز مادر مهربان دست پسرچه رو قبیده نزدی امام اعظم میبیارن. بعد امام اعظم مهربانانه سر کودک رو سیله میکنند و میگویند بچه جانم شیرینی نخور، کمتر خور بچم، میگویند. بعد مادر در جهل میشد، آخه همیز خانتان رو چرا 40 روز پیش نگفته؟ امام اعظم میگویند خواهر مهربان، من پیش از اون که این رو تربیت کنم، کودک فرزند رو تربیت کنم، من 40 روز اول خودم شیرینی نخوردم. اینه بینید که 40 روز من شیرینی نخوردم تا سخنی من اثر کند. اینه بینید که تربیت همین امروز هم تربیت از مادر است. همین مادر گوید که بچم تلفن کمتر استفاده با امروز بگویم کن، اگر گویم بچم تلفن کمتر استفاده بر شین بچم در سکوت کن یا کن، لیکن خودی مادر بالا کریسلا شینن و تلویزیون بینن بسیار و مثلا یا اینکه تلفن بازی کنن، اگر 1000 بار گوین کودک با همین یک دفعه رقشم در میکنن پوشیده میموند، چون که یک اونجا مرکب است نمیفهمد، بو میگیرد هم تلفن بازی میکنه، میبیاد پیش مادر میگه مادر شدم خورم پگو کنم. برای چی؟ برای اینکه مادر خودشون تلفن بازی کروسیان، یعنی که خواهید که فرزند صالح و فرزندی که شما رو هنگام پیری نوری چشم میکند، اگر تربیت کردن خواهید یکم اندازه باید خودتون همون چیزی که میخواید باید در خودتون تربیت دیده باشید. کرده باشید وگرنه چیز امیدوار نشوید. برای اون که فرزندان ما در طینتشان همین مهر و محبت رو جا کنند، آنها تربیت خوب یافته باشند در عائله، ما با کدام اصول ها آنها را تربیت کرده باشیم معلمه؟ در حقیقت هم البته یک مادر برای همه طرفه آب و تاب یافتن فرزند البته ممکن امکانیت ندارد. بنابر همین هم از طرف نیاگان ما و شاعران نویسندگان در حق تربیت کودک، در حق تربیت فرزند بسیار سخنهای نیک گفته شده، بسیار هم مصلحت‌های خوب داده شده که برای چه امروز من از حیات هر روزه هم گفته ایستادم که فرزندان ما، کودکان، جوانان و خواندن اثرهای بدیعی آنقدر هم شوق و هوس ندارند. کم فرزندانی که فقط همین آزمون ها و اشتراک میکرده که هوس هم میبیاد که من 200 تا اثر خوندم، 300 تا اثر خوندم فلان بسمدان، بیوزار همه فرزندان همیشه شوند وقتی خالگی نداشته باشند. بنابر همین هم از مادران من خیلی التماس میکردم، مصلحت میدادم که برای هر یک شخص باید رژیمی درست شود. امین. و پدر و مادر ما میگفتن که وقتی که تو همین شب پاچکت دراز کرده جاگاه میخوره خودت به سوال که امروز تو چه کارها رو اجرا کردی، چه عملهای فایده ناک اجرا کرده برای خودت، برای عائله، برای جمعیت. ما باید در همین روحیه فرزندان رو تربیت کنیم که تا که یگان دقیقه بیکار صرف نکنن، بگذار در وقتش دم گیرن، در وقتش همین دانش خود را وسیع کنند، جهان بینی خود را وسیع کنند. اینچنین کارهای عائله و هم خصوصا دخترک‌های دو زندگی، پزندگی، تازگی، آزادگی، بسیار جنجال‌های عائلوی همین
گرینچک‌های جوان و از همین سبب ها میشد. بعد از آن من باز گفتنی هستم که همین خانه حولی ما در قبی کوچه رو جایگیر است. همین ساعت 12 میشد، 11 میشه، 11 و نیم آواز بلند بچه ها میبیاد. من حتی از آینه نگاه میکنم که خورد بچه ها 8 10 سینف خانه ما همین تا ساعت 10 11 شب 12 شب اونها کوچنده. کنی پدر مادر نخواد که پدر مادر نداند که فرزندش در جایگاه است یا در استال کاری هست یا که در بیرون. بنابر همین میگفتن که همین فیلیپ کیرکورف یک سخنش ما خیلی مأخوذ شد که وقتی که پدرش وفات کردن در سر همین وی پدر گفت که یا چپر نیری بیانک. انا این گفتنی گفت که یعنی تا اون دمی که فرزند پدر مادرش زنده وی کودک است و به تربیه محتاج است. انا بنابر همین هم ما باید فرزندم کلان شد و اویل دار شد اگه خودش بکنه. هر یک از یگان کسی نبود است که خطا نکند. حتی شکسپیر میگوید که یگان اکتیور رول یک انسان پورا بازی کردن نتوانسته است. بنابر همین هم انسان شده، انسانی خوب شده، بین خلق و آبرو پیدا کردن، یک اویل و راهبری کردن، یک فرزند و بلاغت رساندن و پای رساندن، این خیلی مسئولیت کلان است که ما باید این دائما نهایت اعتباری جدی داریم. این موضوع ما رو مجبور می‌سازد که به تاریخ ملت خود نظر افکنیم. حتی از اوست سر کرده خلق ما به تربیه اساساً اعتبار دادگی بود و در اوست آیدی گفتار نیک، رفتار نیک، کردار نیک، پیندار نیک. ببینید هر کدامش به عباره نیک خواهد شدگی. بله. نیک عباره است که آدم رو در حقیقت حلاوت میبخشد. بله. اون تنه که حلاوت کشید اون تربیه درست را قبول میکند. اگر همین رو من سال از تاریخ کنه به نوترین بیاییم، خلق تاجیک همین قدر بزرگان را به جمعیت انسانی هدیه کرده است که میراث معنوی که آنها به خلقیت جهان مانده اند و حد و کنار ندارد. این معنای آن که ما گفتیم که اول مادر خودش تربیه گرفتنش در کار، مادران جوان دانستنشان در کار که آن میراث معنوی که برای حیاتشان شیرین شدن خدمت کردنش ممکن و در کتابخانه ها قوت به قوت استاده است، آنها باید از این خزینه معنوی درست استفاده برند. بله. البته هر یک مادر در رابطه اول پیش از آن که تربیت گری کند خودش تربیت یافته باشد. آفرین. مادران رو اول خودشان را تربیت کردن در کار، آنها ثانی تربیت گرفته رو به فرزند میگذرانند. اگر مثال گیریم از حیات خودم، در برنامه‌های پیشتر من ابراز داشتگی بودم که من تربیت گرفته مکتب اینترنت و سال من یک مرتبه با دیدار مادر نصیب میکردم میرفتیم. خصوصا ممکن از آن مهری که من کم با مادر بودم، مادر فقط همین نصیحت کردم من رو با رفتار و گفتارهای تربیوی اعتبار میدادن. بعد که یکم سال ما آمدیم محیط زیستم دیگر شد، محیط تعلیم دیگر شد، تابستان شده، تعطیلی تابستان ها برگشتم خانه و بین من و مادر به درباره ناراضگی تحصیلی من در اینترنت پیدا شد. ثانی اینه بینید خصوصیتی تربیه نقش مادر در تربیه فرزند، اون نقشی که مادرم در حیات من بازیدگی مثال آوردنی هستم. مادرم همه دعواهای من را به یگان گپم را بریدن گوش کردن. بعد در آخر گفتن که همش را گفته شدی؟ من گفتم ها گفته شدم. اکنون گوش کردن به وقتت هست؟ نبینید گوش کردن به وقتت هست دقت من رو به میگفتگی گپایی که حالا گفته نشده است جلب کرد. آفرین. بعد گشتن گفتن که مکتب اینترنت به من توی مجبور کرده فرستاندگیم نه، پس اکنون گوش کن. در اینترنت تو لباس بیپول میدادین، یک روز به 4 محل اوقاتی بیپول میخراندین، هفته یک بار آبازی دارنده سر لباسی تگد رو عوض میکردین.
این چیزها در خانه من و پدرت نبود که؟ بعد جدی کار گفتن که نقض اعتبارتین اگر تو مریو، اینه بینید ما از مادر خیلی کار سخره من باید گپی گفته که جانه بینید اگر تو مریو مردهت را بیارند من فخر مادری قطعی مرده تو را قبول میکنم. من آن لعنت و آن ننگه که تو زنده گرفته می بیایی و من از معرکه های دیه ردی معرکه میکنی این را من بخشیده نمیتونم گفتن. این گپ ها همین خیلی من به تاثیر کرد که اکن به همین معنای گفتن که خر و گاو و بوزی دادا تشنگی و گشنگی و مردم تو باید خواندنت در کار پسرم. در بعضی حالات ها میشد که مادر اینه بینید میدونستن که همون گپ ها من به بسیار سخت میرسد لیکن با اندیشه که من کلام میشوم و تربیه درست به راه درست به خوانده یک چیز میشوم همین خیلی مادر برای این گپ های گفتن عذاب باطنی یعنی بین هر یک گپ از زبان آدم همین گپ طبیعی هم گپ سخت هم گپ عموما گفتن نمیشه دیگه هم برای اینکه از زبان آدم برات یک بار شما باطنتان را رسوا کردنتان در کار که گپ نادرست برات سانی مادرم گفتن که ضروریت دارد که تو باطن سالمت رو اول کسل کنی تا که یگان عباره نادرست را براری. سانی گپ درباره همین رفت که خیلی من اکن کودک بودم به همه چیز اعتبار میدادم پدرم رو شما میگفتم مادرم رو ما آچه میگفتیم آچه یک چیز پرسیدنی من همین توی تو میگم دادام شما میگم همین فرقی بین شما توی من هیچ نفهمیدم. ثانی در خصوص مادری خودشان خیلی کن مادر کودک من نزدیک گفته اکن پدر شانشان بلند نگاه داشتن بینید پدر که بین خلق به میگردن و چیز میکنن اگر پدر بد کوچیک تو گفته گپ زنی اگر شانی پدر زمین به یکسان میشد گپ درباره شانی انسانی رفته. آفرین. سانی گفتن که بچه جان یک چیز به اعتبارتین شما تو هر دوشم عباره لیکن شما قینتر تلفظ کردن چون که 4 حرف دارد تو 2 حرف دارد یک اعتبار تین کنی فیض و برکت در کدامش بلند. من نگاه کردم گشتم گفتن که گرچنده که مشکل باشد در اظهار کردن شما برکت و فیض در شما بلندتر است. آفرین. بنابراین در دنیا یک کس احترام کرده شما گفتن این با مقصد موافق. ثانی میگفتن که آن کسی که سخن میگفت درباره با مادر اساسات معلومه درباره الله گفتن انسان بدنش عضو دارد هر یک عضو به خودش خاصیت دارد این گوش همین خیلی عضوی عجایبه که صدای می آمده با موجود تأثیرش با گوش در آمده تربیه باطنی کودک به هم تأثیر میرساند. چهل که معلمه گفتن که سرودهای کلاسیکی گفتن من معلمه گفتن که در وقت الله گفتن همه این چیزها رو با گوش میشنود کن گرچنده که حالی از دنیا ما گمان میکنیم کلام سالا که کودک از دنیا بیخبر نه وای با واسطه خودش خبردار و از دنیای آدمی ضرورشه با خود قبول میکند که ما کودک به خیلی پیشنهاد میکنیم وای قبول میکند. از همین موسیقای فارم دلکش همانی دیگر دستش اگر بستگی نباشد اصول به میدارد رقص میکند رقص و دیگر چیزا نداندم و چهره کودک بینید دیگر چهره کودکی با چهره فرشتگی تبدیل مییابد. بنابراین از مادران خصوصا مادران جوان یک خواهش دارم که از آن میراث معنوی باید که نه هر ملت دارد صاحب میراث شوند و از آن همه طرفه استفاده برند. جهانی سپاس میگویم برای این قدر اندیشه های زیبا اندیشه های بکر. سلامت باشید و آباد باشید و فکر میکنیم که در برنامه های بعدی ما بابت تربیت دختران نیز یک برنامه جالب تهیه خواهیم کرد. هر یک مادر میخواد که فرزندش سالم تربیت یابد
در اویله، در محیط زیستش، در جامعه پیش صف باشد و همین خیلی که در اویله فرزند تربیه می‌یابد، در آینده در جامعه، در عموما جایی که فعالیت میبرد خود را معرفی کرده میتواند. من جهانی سپاس میگویم و در فرجام صحبت میخواستم که نصیبه بانو باز یک سرودی ناب و جذاب را زنده زمزمه کرده باشند و ما به برنامه خاتمه بخشیده باشیم. مرحمت. تا نفس باقی است گرمی، برقی جولانی تویم. تا نفس باقی است گرمی، برقی جولانی تویم. خاک گردم هم غباری، گردی دامانی تویم. خاک گردم هم غباری، گردی دامانی تویم. شانسانگر استخوانی، از تنش باشد هنوز. سینه چاکی حسرتی، زلفی پریشانی تویم. سینه چاکی حسرتی، زلفی پریشانی تویم. چند میلی خانه آینگاهی می توان. چند میلی خانه آینگاهی می توان. روی سوی خانه من هم که مهمانی تویم. روی سوی خانه من هم که مهمانی تویم. صدایتان خسته نباشد. جهانی سپاس. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تا دیدن دیدار، سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست